سامسونگ با گوشی جدید شرکت اپل رو تا مرز ورشکستگی برد. گلکسی زد فولد 7 گرونترین گوشی جهانی که با خریدش دیگه نه نیازی به لپتاپ داری و نه دوربین. آخرین مدل گوشی تاشوی دنیا که وقتی بسته است با صفحه نمایش پشتش مثل یه گوشی عادی ازش استفاده می‌کنی و حالا اگه یه صفحه نمایش بزرگ می‌خواستی بازش می‌کنی و تبدیل میشه به یه تبلت 8 اینچی. علاوه بر اینا کافیه 90 درجه بازش کنی تا تبدیل بشه به یه لپتاپ کوچیک لمسی. تازه یه دوربین کاملا حرفه‌ای به شمار میاد. لنزش 200 مگاپیکسله، یعنی 3 برابر آیفون 16 پرو مکس. تا 10 برابر هم زوم واقعی داره و هوش مصنوعی که روی دوربینش اعمال شده و میتونی به کمکش هر چیزی که می‌خوای رو از عکست حذف کنی یا حتی بهش اضافه کنی. عجیب‌تر از همه دستیار هوش مصنوعی شی که خریداتو از توی سایت‌ها انجام میده و حتی مثل یه منشی به مکالماتت گوش میده و اگه مثلا یه قرار بذاری خودش روز و ساعت قرارتو وارد تقویم میکنه. با وجود این همه قابلیت، 3 تا نمایشگر و 4 تا دوربین، باتریش به قدر قدرتمنده که بعد هر بار شارژ کردنش تا 11 ساعت نان استاپ میتونی باهاش کار کنی. قیمتش هم ناقابل $1999 که تو ایران میشه یه چیزی حدود 200 میلیون تومان. حالا تو بگو آیفون یا سامسونگ؟